الله الرحمن الرحیم. اسم شما دجیجان هستین. آخرین درس که ما شما خوانده بودیم موضوع اکسپشن هندلینگ بود که با تمام جزئیاتش مطالعه کردیم، مثالش هم کار کردیم و اسلایدهایش هم از طریق گوگل کلاسروم در اختیار شما قرار دادیم. امروز بخیر چپتر دوم میخوانیم و شروع درس ما موضوع گرافیک است. بعد از این دیگه بخیر ما شما هر برنامه را که میسازیم بر شکل GUI یا گرافیکال یوزر اینترفیس هم میسازیم تا اینکه یوزر بتونه که از اون طریق با کد ارتباط برقرار کنه. البته گرافیکال یوزر اینترفیس یکی از موضوعات خیلی مهمه است، بخاطر که هر چقدر که ما همی گرافیک زیبا و گرافیک ساده تر و خوبتر بر یوزر طرح و دیزاین کنیم، همونقدر هر چقدر که یوزر فرندلی باشه همونقدر یوزر از برنامه ما خسته نمیشه و باعث میشه که از برنامه ما بیشتر و بیشتر استفاده کنیم. و همین GUI یا گرافیکال یوزر اینترفیس در جاوا از GUI کامپوننت ساخته شده، یعنی اجزای GUI که بعض وقتا برش وجد هم نامیده میشه که GUI کامپوننت عبارت است همو اجزای GUI عبارت است همو بخشای از همو گرافیک است که یوزر با برنامه ما ارتباط برقرار میکنه. مثلا بتن، مثلا انپوت ها، تکست فیلد ها موضوع طریق ولیو وارد میکنیم، مثالش رادیو بتن ها و چک باکس ها، همین قسم دیگه مسائل که از این طریق میتونیم یوزر میتونه که با ارتباط برقرار کنه با برنامه. خب جواز لیمبس لوکن فیل. لیمبس لوکن فیل یک تایپ از لوکن فیل است و خود لوکن فیل اگر شما بخواین که هدف شما فهمین یعنی همون فضای برنامه ما که چگونه به نظر میرسه. اگر یک مثال دقیق تر به نظر بکنیم، مثلا وقتی که شما داخل محیط سیستم عامل محیط سیستم عامل ویندوز اگر شما میشین میبینید که تمام برنامه لوکن فیل مشخص خود داره، یعنی همون تکمه منیمایز یا بتنایی که در برنامه موجود است لوکن فیل مشخص خود داره، یعنی هر برنامه یک جور میکنیم از یک نوع استایل پیروی میکنیم. دقیقا از یک نوع استایل اگر نباشه یعنی بعض شباهت های بینشون وجود داره که در تمامشون سیم است، مثلا تایپ بتن ها و همین قسم دکمه های منیمایز و مکسیمایز و همین قسم چیزها. و اگر داخل محیط سیستم عامل لینکس اگر میشیم همین رقم، یا داخل سیستم مک اگر میشیم همین قسم. و لیمبس لوکن فیل بعد از GDK 6 معرفی شد و البته طرفدارای خودم داره. یک تایپ از لوکن فیل است که برنامه ما رو میتونه بسیار زیاد زیبا به نظر برسه با استفاده از این لوکن فیل و بخاطر که ما بتونیم که از این در برنامه خود استفاده کنیم. سه راه وجود داره که از اون جمله یکی از راه‌های معمولش است که ما داخل فولدر GTK و جاری خود یک فایل به نام swing.properties میسازیم. بله swing.properties میسازیم و قسمت خب این قسمت کد ما در اون برنامه خود نوشته میکنیم و سیو میکنیم. بعد از اون هر برنامه که ما در زبان جاوا بسازیم لوکن فیلش بای دیفالت نیمبس انتخاب شدگی میباشه و در صورتی که ما نخواهیم این کار انجام بدیم در خود برنامه خودم میتونیم که یک مقدار کد است که ما کد رو نوشته کنیم و از اون طریق هم میتونیم که لوکن فیل برنامه خود نیمبس انتخاب کنیم. اگر شما یوزر البته لینکس هستین، GTK شما در فولدر لب در یوزر بعدش لب اونجا GVM در اونجا موقع داره. خب اونجا ما
user lib cd gvm ls اینجاش لیست میکنیم. میبینیم که تمام فایل GDK ما همینجا موقع داره و ما از GDK 11 استفاده میکنیم. فعلا داخل فولدر GDK 11 میشیم cd open GDK 11. بعدش اینجا یک فایل ایجاد میکنیم. اگر میخواین ما قبلا چنین کار انجام دادیم نه میخوایم دوباره انجام بدیم. اگر شما میخواین که کار انجام بدیم فقط کماند sudo nano را استفاده میکنیم. توسط یک فایل تکست جدید ایجاد میکنیم. اینجا فایل پیست نموده و بعدش سیو میکنیم و این قسم لوکال فیل برنامه ما با دیفالت هر برنامه که ما بسازیم لوکال فیلش نمبس انتخاب میشه. خب اگر شما یوزر ویندوز هستین پس فایل GDK و GUI تانه در درایو CS البته پیدا میکنین و یک در نوتپد یک فایل تکست ایجاد میکنین. این قسمت کد که برای شما قرار دادیم میره کپی میکنین و داش پیست میکنین و فایل به نام swing.properties سیو میکنین. وقتی که به نام swing.properties سیو میکنین بعدش لوکال فیل برنامه شما با دیفالت نمبرز انتخاب میشه. خب وقتی که ما بعدا در ویدیوی بعدی البته گرافیک اپلیکیشن های جور کنیم که در از گرافیک استفاده شد بخیر با تفاوت های بین نمبرز لوکال فیل و بقیه همون دیفالت لوکال فیل بر شما نمایش میتونم که چی تفاوت های بین ازیا وجود داره. خب طریق دیگهش در صورت که شما میخواید در زمان کمپایل لوکال فیل برنامه شما نمبرز انتخاب کنین فقط قبل از کماند جاوا بعد از کماند جاوا همین لاین کد نوشته میکنیم بعدش برنامه ما رو کامپایل میکنیم و برنامه ما لوکال فیلش نمبرز انتخاب میشه. و زمین جاوا بر ما از طریق جی آپشن پن پلاس جی آپشن پن بسیار با آسانی دیالوگ باکس یعنی در اختیار ما قرار میده که ما از دیالوگ باکس استفاده کنیم که یک یوزر از طریق اطلاعات خود رو وارد کنه و ما بتونیم دوباره برش نمایش بدیم. و دیالوگ باکس عبارت از همون باکس هست که به یوزر پرامپت میشه که دو ولیو وارد کنه یا یک موضوع یا یک وارنینگ برش میده. اگر متوجه شده باشین بعض جایی که کلیک میکنیم برای ما یک وارنینگ پرینت بشه اونمو برش دیالوگ باکس گفته میشه. خب اکثریت برنامه گرافیک ساخته میشه یا از ویندو ها استفاده میکنن یا از دیالوگ باکس ها یا از ترکیب برداشت استفاده میکنن که مثال از ویندو ها رو میتونیم همین قسم که اینجا مثال آوردیم اپلیکیشن ایمیل اگر مثال بدیم که از طریق ما میتونیم ایمیل نوشته کنیم ایمیل خود دیلیت کنیم یا اینکه ایمیل بخوانیم. همین قسم امکانات در اختیار ما قرار میده از طریق همون دریچه ها یا ویندوها همین امکانات در اختیار ما شما قرار میده. خب کلاس جی آپشن پن جاوا که در پکیج جاوا سوینگ موجود است بر ما از قبل دیالوگ باکس ها ساخته شده. ما فقط با کال کردن از دیالوگ باکس ها میتونیم که وارد اختیار خود قرار بگیریم و از او استفاده کنیم به اهداف برنامه خود که انشالله در ادامه هم ویدیو وقتی که ما مثال کار کنیم از جی آپشن پن استفاده میکنیم و شما عملا ببینید که چه قسم کارکردش است. و همین میتودای جی آپشن پن که است تایپش استاتیک است به اون خاطر ما نیاز به ساختن آبجکتش نداریم که مطمئن هستم که شما این موضوعات هم میفهمین. خب این برنامه را ما فعلا میخوایم که کار کنیم. قبلا تا اینجا کار که ما شما برنامه ساختیم همیشه در صورت که میخواستیم اطلاعات از یوزر بگیریم از کلاس اسکنر را وارد میکردیم و از اون طریق از طریق کنسول اطلاعات از یوزر دریافت میکردیم و بعدش هر کار که میخواستیم بکنیم با اون اطلاعات میتونستیم که انجام بدیم. اما بعد از این ما میخوایم که همین اطلاعاتی که از یوزر بگیریم از طریق
البته گرافیکی هم اطلاعات از او سر دریافت کنیم، یعنی دیگه نیاز به کلاس اسکنر و کنسول وجود نباشه و یک بخش گرافیک برامون نمایش بده. به خاطر این مثال کوچک در این ویدیو کار میکنیم. خب ما یک پکیج علایدگی به نام گرافیک ساختیم، به خاطر بعد از این تمام کلاس هایی که میسازیم و برش البته بخش گرافیکی هم میسازیم، به خاطر تمام شد امی پکیج گرافیک ما میسازیم تا اینکه منظم باشه. اگر شما خواسته بودین شما هم میتونید که همچنین کار رو انجام بدین. و یک کلاس هم قبلا با نام گرافیک ساختیم. string variable تعریف میکنیم، مثلا string num1 equals to j option pan dot show input dialog. مسیجش هم میگیم please input your first value. خب ببینید که وقتی که ما جی آپشن پن استفاده کنیم همین اینتلیسنس باید اتوماتیک بر ما javax.swing.joption pan بر ما امپورت کرد تا ای که ما بتونیم از استفاده کنیم. خب string num2 equals to joption pan.show input dialog. Please input your second value. چون که ما وریبل از تایپ string تعریف کردیم باید این ما دوباره با تایپ int کنورت کنیم. خب int number 1 equals to num1 dot integer dot parse int بعدش num1 از اینجا وارد میکنیم. از این طریق ما string به int تبدیل میکنیم. int number2 equals to integer dot parse int number2 را وارد میکنیم. به خاطر که یک توسط جی آپشن پان دات شو input dialog بر ما یک input dialog نمایش داده میشه با یک تکست فیلد که از اون طریق ما میتونیم که value وارد کنیم و بعدش اون value داخل variable که از تایپ string است ذخیره میشه. این قسم به دو میشه. بعدش از طریق جی آپشن پان
show خب جی آپشن پن show message dialog null pan dot show the option pan music dialog okay اوه ما میتونیم من نساختیم ببخشید public static void main string parts استش میکنیم دلیلی که کارنامه کردم این بود که ما میتود من تا حال نساختیم خب حالا میگیم که your first number is concatenate میکنیم your first number is number 1 دوباره concatenate your second number is number 2 concatenate بعدش داخل قوس نمبر 1 جمع نمبر 2 دلیلی که داخل قوس گرفتیم این است که تا با کامپایلر واضح بسازیم که ما میخواییم که اینجا عملی ریاضیکی را انجام بدیم البته ما نمیخواییم که کانکاتینیشن انجام شود در صورت که ما اینجا علامه قوس نگیریم با صورت کانکاتینیشن انجام میشه یعنی الحاق میشه دو ولیو نمبر 1 در پولی نمبر 2 قرار میگیره و هدف ما در این برنامه باید یک چیز نیستن خب حالا برنامه خود رن میکنیم please input your first value مثلا نوشته میکنیم 22 please input your second value 345 your first number is 22 your second number is 345 the sum of them is 367 خب قسم که انتظار داشتیم برنامه ما کار کرد و این اولین کار ما در گرافیک در جاوا بود و انشالله در ویدیوی بعدی بیشتر سریع موضوع صحبت میکنیم البته چیزایی که باید همچنان بفهمین تایپ دیالوگ باکس تایپش است که مثلا تایپش از روی ایکانش اکثر شناخته میشه که به صورت که بر ما برنامه ما کدام ایرر بده در این صورت یا ایکان ظاهر میشه و ایرر میده و انفورمیشن در صورت که مسیج معلوماتی باشه یا ایکان وارنینگ یا
سوالیه و همچنان میتونیم که بدون کدام علامت هم همین از دایلوگ باکس استفاده کنیم که ای که چه قسم از آیکناش تغییرات بیاریم و ای که چگونه میتونیم که از این چی آپشن پن ما آیکن را به کلی از بین ببریم. این موضوعات انشاءالله در درسای بعدی سرش صحبت میکنیم و بیشتر ازش استفاده میکنیم. خب در این موضوع چی چیزا را یاد گرفتیم؟ جلیبل یاد گرفتیم. جلیبل عبارت از اون تکست است که بر ما یک اینپوت یا یک بخش را بر ما معرفی میکنه و ادیتیبل نیست. البته ما نمیتونیم که لیبل ادیت کنیم. خب اینجا اگر با شما مثال بتم، این قسمت در بالا ولیو که نوشته است این جلیبل برش میگن و ادیتیبل نمی باشه و پایین اینپوت فیلد است. از این طریق ما میتونیم ولیو اینپوت کنیم. این هم بطن ها و این هم آیکن و این قسمت هم میتونیم دکمه کلوز و مینیمایز و غیره. خب موضوعات بعدی را انشاءالله در ویدیوی بعدی بر شما در اختیارتون قرار میتونم. در فعلا همینقدر کفایت میکنه. وقت خوب و خوش داشته باشید.